یا به تاج و تخت پادشاهی رومه پشت و پای بجن، پاد پشتا بجن و تک و تنها برو پشتا و تی کاره سلطنتی که درد سر ببی به چه درد منی وارته، چه درد منی که من درد آورته. یک دست یک جوری گود کهنگین پرنگی منو بسته که وطارا بدیارا و ملکا و تی دوسته گا برسینو. 18 سال من لوگا خواجه نومان تاجر بیتگو. خیال کنو که ای هم دو ماه هم به تخت پادشاهی روم نشتگو. مردم عاشق دنیا به چه کار آیه کهتیں اگر برون در راه ملک و تیار کشک ببون بهترین من دل که راحت بی. و اگر هم خدای قسمت منیگه کتا که با وصل بوتی یار رسون پادشاهی رنده هم بیتن کنون با ازما وتی آخر رسون دلا وتی که خوشحال کنون که روچ بروچ من بدتر بگم و که یه روچی بگرون داشتی بتچون با کلاد سیوم پرنگ برون شب دا صوبا مامی خیالا بیتگا روچ دگه درایگا روچه چه جاگه پادد خواجه سیدی وتی نزدیکا لوٹائند و گوشتی دلون لوٹی طوری که کسی مفهمی برو یک دست یا جوری گود پرنگی مدرسه منی واسطه بیار و خواجه سیدا احترام کت دانا رفت. همان لحظه یک دست گود کهنگین دری گفت و زورتی و اتک. امیر ارسلان آفرین گوشت و شاباشی داتی و لباسی هم گودی هم یک بکچه توکه پیٹی توکه پیچت به دست یک چه غلامان محرمین و تیگانی داد و گوشتی هر وقت ای بکچون چه تو لوٹه پیٹی منی واسطه بیاری. غلامان عرض کو پچما. امیر ارسلان به بارگاه رفت ساعت نشت دیمی گون خواجه نومان کتو گوشت خواجه بوش یک کشتی مکرر اسکلیگا حاضر کنم مرچی لوٹوں کمو که من دریای سیل بکنم. خواجه نومان من رملا چاره نظری کو دیتی که اگر مرچی ارسلان به کشتی برندی 1000 خطر جانی هستینی دیگه هم نتری عرضی کو قربان به اوما شما مرچی من کشتی مننده و دریای مروه شکار خشکیتی واسه شهره. امیر ارسلان گوشت دریا خشکی چه پرکه کنه چه تفاوتی هستنه. خواجه نومان گوشت مرچی ساعت بدین تاله شما کم که ضعیفه به کشتی مروه. امیر ارسلان گوشت مردکه دماغ تو حتما عیبی هسته عیب داری شکار ماهی ساعتی بده و شر نه بنابراین ای ما آب هم مورون و منوشون باید که به ساعت بنوشون. رملی یعنی چی؟ یک تخته هستین دستا گفتگی جفتک منچنه که حتما مرچی باید به دریا برون بگا منی اسبا کارم. خواجه نومانی مردمان دوکا مجلس دوکا خاری کت یعنی بیزتی کو چه بارگاه دانا رفت وشتی منی اسبا حاضر کنی. امیر ارسلان وزیران امیران چه بارگاه دانا رفتن سوار اسبان بیتن. ملک ارسلان و خواجه نومان وزیران و امیران تمام چه دروازه شهر دانا رفتن و خبر کنان به کره دریای رستن. امیر ارسلان چه اسبا چه ایر کبتو
به طرف کشتی روگا لگه. خواجه نومان طاقت نیارد و تر به پادان یگا دوری داد. عرض کو قربان بمان، تر به جلال خدا قسم دام. بیا چه دریا روگا چه بگز مرچی به کشتی منن به شکار صحرایی برو. امیر ارسلان هرچه به زبان وش گشت بل مرون. خواجه باز منت کو عاقبت امیر ارسلان اسبانی بی زحمی کشد و گشتی مرد که ای چه اصراری هستین که تو کنی. اگر حق پیتی پمنی گردن مبیتن ترا هنی مطرا دو کپا کتگا بل منا بسید دریارم و استلاب رمل ساعت. یعنی چه؟ خواجه نومان ناچار خبری نکو به کاردان وزیر و امیران اشاره کد. کاردان وزیر امیران لوٹه که التماس کنن نهی بیدا تحکلی کدن. جماعت گوشی آبرو و وطیگا مری چه که حرمت شما پیش من چه خواجه نومان گشتر نه. آهان تمام ساکت بیتن. پدا خواجه نومان تعظیم کد. عرضی کو قربان بمان، حالا که به سید دریا نگوزه ترا به جلال خدا به روح پاک پادشاهان روم قسم دم بپرما کشتی ما کر دریا ببرم با کبه دریا وسط دریا زرا مرو. امیر ارسلان و گوشت خاطر جمع ببه که چه کر دریا چی روین با وسط نروین. شما هم 3 روز انتظار منیگا بکشید. صبح روز سیوم در ادا حاضر بی. ایشی گوشت به کشتی نشت و 4 نفر چوتی غلاما محرمینا کشتی لوٹائن تنتی و وقت ناخدا و عمله کشتی یعنی کارمندان کارگران کشتی ناخدا جانشو و افسران که کشتی کارمندتن که نزدیک 20 نفر بیتن. امیر ارسلان وقت که دامی به دسته گرفت تا خواجه نومان و وزیران کشتی که من گندگا نظر هسته گاه دامی توری په دریای دورده گاهی کلاوی په دریای دورده ماهی شکاری کو گپتی انچو تفریق کنانو من روگا تا کشتی همین میل و وجه جهاز شنی چمانی نظراتی امیرانی کا گار بی دیمی گو ناخدای کو گوشتی کشتی ها با کبه دریای ببر چه راه پیچ و خم برو بهم. پیچ و خم یعنی چپ و راست برو چه بیراها برو. ناخدای عرض کو به چما کشتی بالاخره و میان دریای تا چند گاهی تیز و گاهی آهسته سیر دریای ماهیانی کت و شکاری کت. عرضی کت عرض کت چه خواجه نومان و کاردان وزیر و امیران آن اندازه وشتاتن تا کشتی چشن نظراتی محبیت گار بی. خواجه نومان دست افسوس به همین جهت گوشتی جماعت مگه امیر ارسلان دیگه ما وابا بگنده دیگه فکر نکنو که بتری 1000 پیمه خطر مالی و جانی آی واسطه هسته. امیران تمام آزرده خاطر و پریشان احوال بیتن به شهر عدکن. مردم روم همه که اشکت امیر ارسلان به کشتی نشته. خواجه نومان من رمل توقع دیتا که دیگه آئی نتری تمام غمگین و ناراحت و پریشان بیتن و دوچار یعنی فکر و گمان توقع بیتن. امیر ارسلان نامدار گو 4 نفر وتی خاصه خصوصی غلاما محرمینا در گاه وتی من کشتی بیتگتن که تا ای که 3 شب و روز ما آب سرا دریایگا تفریق کنگا و ماهی ما کشگا و کشتی ما روگا. امیر ارسلان دن سهمی روچا ما کشتی سرا معرشه بدنه کشتی سرا کتب نمای برابر دیما و تا کتب نمای و دیما ایر کتگت و فرمان کشتی من دسته گرفتگا بر راه دریای یاد کتگا وقت سکان کشتی من دسته گرفتگا و کشتی همه پیما وجه رانندگی کتو رفنا. روچ
سیوم امیر ارسلان با ناخدای گوشت آیا تو زانه چه کس تنتیه چینچو ما دور بیتگی و چه در شهر روم چینچو پرسکی ناخدای عرض کو قربان با اگر چه راه راست ما بیاد کنه سک راه بیتگا و لیکن چون که پیچ و خمات کگی گیش چه 60% ما نیاد کگی امیر ارسلان جست کو چه ایدا دن کلاد سیوم پرنگ پای تخت پترشا چینچو راه هستی چینچو راه وجه نبز وشی ناخدا اشتاد ارزی کو که شهر پتریسیا چه کنه چه لوٹه و چه کنه او ده امیر ارسلان گوشت بتو چه ربطی هستینی من لوٹون بزانو ناخدا عرض کو چه ادا که کشتی اشتاده چه راه راست ما بروی 5 روز راه هسته اگر چه به راه بروی 10 روز راه امیر ارسلان گوشت شعای کشتی بکش ننگرا و چه به راه به طرف پرنگ برو ناخدا لوٹه خبر بکن امیر ارسلان زخم کشه و گوشتی حرام زاده با تو گوشم برو پدا پسولی ما کنگه پسولی کنگه شیطانی کنگه همین زحمه کشون ٹکره کنون 2 ٹکر گویی زحمه بجنو تی سرا ٹکره بکنون بدون ماهیگه بلی ورم ناخدا چه ترسا وجه ننگری کشت چون باد پتکوک پیما وجه سر پیما دیمی پا پرنگا حرکت کو روان بیت وجه امیر ارسلان همه که دیتی به طرف ملک یار من روگه برشای کشتی بدنه سرا وجه نشت و هوای عشق ملکه آپاک بسری کپ ناله و پریاتی چست بیت گوشتی ای نازنی من شعر صاحب کتاب وجه نکتا شی دارم از دست تو شب تا صبح ای عالی جناب ای نازنین دارم از دست تو شب تا صبح ای عالی جناب ناله همدم با 10 خون مطرب فغان راحت عذاب روز بر من 4 چیز از عشق می آرد هجوم صبح مهنت ظهر ماتم عصر غم شام اضطراب شی دارم از دست تو شب تا صبح ای عالی جناب ناله همدم با 10 خون مطرب فغان راحت عذاب روز بر من 4 چیز از عشق می آرد هجوم صبح مهنت ظهر ماتم عصر غم شام اضطراب 4 چیز از 4 عضوم برده ای از یک نگاه صبرم از دل هوشم از سر جان ز تن از دیده آب عشق در بحری مرا افگنده یاران که هست ناخدا دل آب خون لنگر نفس کشتی حباب الکسته وشی شعری واند گریتی و کشتی پاچنت همه آب سرا یعنی ناخدایی هم کتید چند کلام چه پترشا پرنگی و گوش بدارید بشکنید پترس شاه در شهر پتریسیه پرنگ کمال استقلال وشی به تخت سلطنت قرار گرفته بیتگه جام شرابی چه دستا ماه طلعتان ماه رنگان پرنگی
گفت و می نوشد شرابی و پادشاه 2 دانه وزیر هسته که در تمام ربع مسکون یعنی زمین، کره زمین، با تدبیر و عقل و هوش و چالاکی و دانایی که هم مت نیسته، تمام انچه اخترشناس و یعنی ثانی آهانی نیسته، مت اخترشناس یعنی ستاره شناس تا نجوم کار سک وارد و مزنی استاد تا مت نیست. در علم نجوم یگانه آپاک بیتگن، یگانه دنیا تا یکی چه آها آی نامت شمس وزیر، دیگه یکی آی نام کمر وزیره گوشتن. هر دوی من دانایی و من ستاره شناسی آنی مانند یکا دیگر بیتگتن، لیکن کمر وزیر گوسته چه نجوم و اصلا و ساحر زبردستی هم هسته، ساحری هم که در تمام آفاق وشای نظیر مت نیسته، ولیکن چه شمس وزیره و ترا چیری داد و همیشه فرصت دنبا ترک شمس وزیره چه خدمت کنه، خدمت پادشاه گا خواهینی پیش بداری، کلم دادی بکن. شمس وزیر هم در دلا مسلمان بیتگا، ولیکن چه ترسا پادشاه گا دین وتی چیر داتگا، در میان مردمانی گا گم بت پرستی کتی و هیچ کسا غیر چه کمر وزیر نزاند که آیی همچه فهم و علمی که آیی هسته آیی زانتی و دنبال فرصت دنبال که بلای به سر شمس وزیر بیاری. پادشاه با گفته به حبران این دوینان که آبی هم نورد، اعتقادی سکن بازم به حبران همشانیگه هستی. چه روچان پادشاه به تخت پادشاهی آرام سران اشتگه با خوشحالی گو کمر وزیر و شمس وزیر ما خبر کنگه که اچانگا یا شوری یا گوگای در بارگاه پادشاهی دروازه دپا سلطنتگا چست بید که گلگله عظیمه چست بید و شوری بید وجه شوره کد جست کو که چه خبر هستین که شما اینچو شور کنگه. عرض کد قربان ببین ما یک نفری پرنگی سک طبیعت خرابه و زخم داره دن بارگاه اوشتاته و شیوان من کنگه، چیخ من جنگه و داد و پریاد کنگه. وشی عرض واجبی هستینی که بیتین تی پادشاه گو خبر بکن، بگر چه پادشاه وشی گونده هیچ کسا گو ما خبر نکنم. پادشاه گوشت بیاری تی بگندم چی گوشیدی. رفتن آیی آورت مجلس پادشاه گا. بعد چه ساعت چم پادشاه با پرنگی زرد و لاغرین که دماغی وتی من دستی داشتگت گفتگتی جان مای روگان چه لاغر و سر برهنه و گریبان گود آی کمیس هم درتگه چو هوران بهاری من گریوگا لگه. پادشاه جز کو تو که تو چه کاریه و چونینیه تو تی عرض چیه، یعنی تو چیه که من گوره مشکل چیه. جوانه گوشت قربان بگو من تو پجانه آره. پادشاه گوشت نه ترا ما کجا دیده. گوشتی من چطه غلاما هستم. پادشاه گوشت من که همچنین غلامی من کدی تایی من غلامی من بیتا. جوان گوشت مگه تو الماس خان تایی ناکوگ چوک گو 100 نفر
چه غلامان با کاسدیا الجیگریا به شهر مصر دیم نداد. پادشاه گوشت پرچیا مگه الماس خان چی بیته؟ چونی بیته الماس خان از آنو؟ جوانه گریت و گوشتی قربان بگومم من چه 100 نفره یک غلامی هستم. من چه 100 نفره یک 100 نفران تو کم یکی ما منتگم که به الجیگریا همراه، یعنی با کاستی نامه گا الجیگری وجه کاسته اوشن کاسته نامه گا با الماس خانه به شهر مصر رفتک ده. همه که چه ای ادا با کشتیا نشتی با نزدیک بندرگاه مصر کشتیا ما دانات که خبر با خدیو مصر رسید. وزیری با مای استقبال واسطه و با خوش آمدگویی واسطه مای واسطه دیم داد که به احترام تمام ما را به شهرها برده و همه روز به بارگاه خدیو مصر را رفته. الماس خان به بارگاه رفت. ما هم دانا بارگاه گا مجلس گا اوشتاتک ده. همه امیر ارسلان چک ملک شاه گون خواجه نومان تاجر من بارگاه نشتک ده. بعد چه بازین خبر و گفتگویان بازین گپ کنگان و ناگهان ارسلان زهم کشف جتی به سرین الماس خانگا و دو نیمی کد و اهل مصر تمام رد کن به سر میگا 100 نفر می تمام کشتند. چه آهانی در میان 100 نفرانی من جان به در بردم چه مصر در نات کن گو 100 رنج یک کشتی تو کن نشتم مرتی به زخمی بدن آگونوتیگا ای شهر توکا وارد بیتون ات کن چه تی مبارکن صورتا چه شرفیاب بیتون که ای حالا با عرض تو من رسین تا تی که رای حال احوال من با تو رسین تا و چه اشکنگا ای حبرگا نزدیک بید که جان چه بدن پترس شایگا دانا بیه لونتی وتی بدانتانان چیرا کت لگه به جایگا لونتگا و که خون لونت که وتی هنچو جایتان تی لونت که چه لونتان چه خون لگه درائگا چه لونتا چه وشی از کنج لبش خون جاری بید، خون سرازیر بید. چند موشی آیه ترتان پترس شای و میدام آی بدنگمش راست بیتر سچن پیما اشتاتان و گوشتی چیه گوشه ارسلان الماس خان کشت. عرضی کد بله قربان به من در حضور من وطن دیدتون که دو نیمی کد. پترس شاه گوشت جماعت اشیا ببری من مریض خانه زخمان یگا درمان کنه دوای بکنه. بعد چه آیا گوشتی چه خدیو مصر پدری آی پتا من هنچو داری بکنم که در داستانان تو که بازگویی بکنش داستان کسی هم بلکن که چه شهر مصر گو خاکا برابر کنو یکسانی کنو جن و چک خدیو مصر گم با خرابات تو که من نندینو لچک یعنی کل دنیا لچک یعنی خراب آشکال بلا نسبت کل دنیای عالم بسرا منیگا چه ای خبر که بیت هنچوشی شیمان و گلگله ما دان بارگاه چست بیت که انگار قیامت برپا بیتگا. جز که جماعت دیگه چه خبری هستین شعوری چستی عرض که چند نفر زخمی و ناخوشم به در بارگاه وشتاتگا شیوان کنگا و شور کنگا بیاد و پریاد کنگا. پادشاه گوشت بیای بگندم اشان دیگه چی گوشنده
که چه در بارگاه ها چند نفر پرنگی داخل بارگاه بیتند تو عرض کد قربان ببین ما چه سپاهیان روم هستیم که ما 18 سال پیش چه همدا به همراه سامهان پرنگی به روم رفته کردیم. ملکشاه کشت مصر هم 18 سال پیش چایدا به همراه سامهان پرنگی به روم رفتیم. ملکشاه کشتیم و مصر تسخیر کرد، روم تسخیر کرد. چپکاش لگتا دوتا روم تسخیر کرد. 2 ماه پیش خبر آرد که امیر ارسلان بن ملکشاه رومی ما مصر توکا با عرصه یعنی مصر توکا مزم بیتا و 30,000 سپاه چه مصر حرکت داده و الماس خان سپاه حرکت داده و الماس خانی کشته و 20,000 سپاه چه کهستان روم یعنی روستایان و دهاتان رومی یعنی گوتان رومی مثلا بازاران گوانده رومی هم کشکر راستن دور اطرافا جمع کده 20,000 سپاه و 50,000 سپاه به 3 منزلی روم رسته. سامهان هم 50,000 لشکر رومی و پرنگی آماده کد و دید چه شهر روما هم دنا رفتن. بعد چه 3 روز امیر ارسلان و 50,000 نفر رسید. هما ساعت دول جنگی جد و میدان آد. 10 نفر چه امیران پرنگی کشتن تی هما ساعت. سام خان دیگه وقت پا میدان رفت و ماز رسگا امیر ارسلان هنچین زهمی با سر آیه جد سام خانه که گو وقت اسپا 4 ٹکر بید. تمامی لشکر و میدان رد کن. پرنگیان هم گو زهما لگتن امیران ملکشاه هم ارسلان امداد کد تیگه میسره کشید. با فاصله 4-5 ساعت 30,000 پرنگی قتل و غارت کدن. چه 30,000 نفر فقط ما باقی منتگه که تدکگه. 2 ماه من بیابان راه رفتگه. من دریای کرا چی دریای بیتگه مرچی به ای شهره رستگه که ای احوال بته ای عرض پتو من رسینتا پوتشا چه ای خبر اشکنگا انگار بوشی وجه 9 گمبود سپر شی گوت کنته بسرا آیگا جتنته چه خشم اوشی زانوی وجه کند به زمین نجتن و بروتانی اوشی جایتن تیگوتی و زای دادو. آخر گو خشم آلود توکا گوشتی اشان هم ببری مریض خانه تا من بوشون سپایا آماده بکن تا شهر روم و مصر بخاک کنه یکسان مکن و آرام ننندون. و تا ای که ای خبر مکنگه دیتی شهر پرنگ پدا به هم ورد. قیامت برپا بید. شیوان گلگلا سکه مزنه چست بید که هیچ بر مانند اشان کسا شیوان پیش نگرد. انگار که تمام اهل پرنگ ما شیوان و گلگلا کنگاتا شور و پریاد کنگاتا شیپور جنگاتا. پدا گوشتی یاران پدا دیگه چه خبری هستی که جمعی با گریبان درتگین داخل بارگاه بیتن. عرض که ای پادشاه فکری بکن تاج و تخت با باد پناتی روانته. مردم شاید تمام لحظه به لحظه
شغر کننتین ورشی مگه چه بیتا عرض کت واجه شما گوش داری من کلا بس هم در چه گوش شما این واجه 31 کجا 30 او 31 دقیقه تو اما شما بگره شما 32 دقیقه او 57 تا رو بگره داره گو نبی اما این واجه 32 دقیقه شما شو گوش داری من کلا بس شپی دیر ساعت باز ساعت 4 شون نماز ٹیم او 4 و 10 دقیقه واجه 4 و 10 سلامت باتی نماز ٹیم یہ دیگر شک کرنے پر باندھ شب انشاءاللہ اللہ سلامتی بیاری سلامت باتی اللہ میرے اللہ شب هشت و شد را و صبح بخیر شب بخیر با سلامت باتی